اگه سرشونه‌هات از روبرو هستن ولی از بغل ناپدید میشن، این 3 حرکت رو لازم داری. نه دستگاه میخوای، نه باشگاه لاکچری، فقط 2 تا دمبل و یکم حوصله. سلام، من فیت مکسم. توی این ویدیو میخوام با 3 حرکت سرشونه‌هاتو 3 بعدی کنم، طوری که تو تیشرتم معلوم باشه. اول یه چیز مهم، شونه مفصل نازک نارنجیه. قبل از شروع 2-3 دقیقه گرم کن. چرخش دایره‌ای شونه ها، چند بار دستا رو از بغل بالا بیار، یکم هم کشش سبک برای سینه و پشت شونه. شونت رو حفظ کن، بعد هر چقدر خواستی دیوونه بازی در بیار. اگه از این مدل آموزش‌های رک و روون خوشت میاد، همین الان یه لایک بزن تا بفهمم از این سبک بیشتر بسازم. حرکت اول، های پول دمبل. دمبل ها جلوی ران، کف دست رو به بدن. نفس رو حبس نکن. با زور آرنج ها دمبل ها رو تا نزدیک سینه بالا بکش. آرنج کمی بالاتر از مچ ولی بیشتر از خط شونه نبرش. بدن رو تاب نده. پاها روی زمین، شکم سفت. 10 تا 12 تکرار، 3 ست. اینجا جلو و بخش بالایی سرشونه رو میتر کنی. حرکت دوم، نشر جانب دمبل ایستاده. صاف بایست، دمبل ها کنار بدن، آرنج کمی خم. انگار میخوای از بغل پرواز کنی. دست ها رو تا خط شونه بالا بیار، 1 ثانیه نگه دار، بعد آروم پایین. اگه میبینی بدن تاب میخوره، یعنی وزنت زیادی مردون است. سبکتر بردار ولی بسوزونش. 12 تا 15 تکرار، 3 ست برای پهن کردن شونه ها. حرکت سوم، نشر دمبل درازکش روی نیمکت. روی نیمکت شیبدار روی شکم دراز بکش، دمبل ها آویزون زیر سینه. دست ها تقریبا صاف، از کنار تا خط شونه بالا بیار و سعی کن پشت سرشونت رو له کنی، نه آزوله کول رو. سر رو توی گردن قایم نکن، گردن ریلکس. 12 تا 15 تکرار، 3 ست. اینجاست که پشت سرشونه ها شکل میگیرن. این 3 حرکت رو هفته 1 تا 2 بار بعد از تمرین اصلیت انجام بده. اگه درد تیز و عجیبی تو مفصل حس کردی، همونجا تمرین رو قطع کن و وزنه رو کم کن. فرم درست همیشه مهمتر از وزنه هست. اگه تا اینجای ویدیو موندی، بدون خیلی با معرفتی. سابسکرایب هم یادت نره. تا ویدیوی بعدی قوی و 3 بعدی بمون.